سلام دوستان، به کانال نکتاب خوش آمدید. آیا شما تا حال آرزو کرده اید که در یک خانه با شکوه و لوکس زندگی کنید؟ اگر ها، پس چنین آدمانی که این آرزو رو دارند خیلی زیادند. بعضی از آدمان هم به این آرزوی خود رسیدند و در چنین خانه ها زندگی میکنند. ما امروز درباره این خانه ها به شما معلومات میدهیم. پس تا آخر ویدیو تماشا کنید. اگر به شما پسند آمد لایک مانید. اعضا شدن رو فراموش نکنید تا از ویدیوهای نوبتی ما بخبر نمانید. شماره 1. آپوس بیورلی هیلز. خانه آپوس بیورلی هیلز در کالیفرنیا امریکا ساخته شده است و اولین چیزی که آدم بعد در اومدن به این خانه میبیند طلا است. این خانه 80 میلیون دلاره واقعا طراحی هنرمندانه دارد و هر کس که از دریان به درون خانه میدراید گویا که یک خانه رویایی را میبیند. بغیر از طراحی زیبای این خانه در بالا، در زیر آن هم یک خانه زیبای دیگر ساخته شده است که همه را حیرت زده میکند. در آنجا یک حجره کریستالی ساخته شده است که درون آن پر از شامپانسکی است. شیشه این نوشیدنی ها طلایی است و آن را با واسطه اسلحه طلایی برای مردم میریزند و پیشنهاد میکنند. این زیبایی دل هر بیننده را آب میکند. غیر از حوض اساسی آن، باز یک حوض دیگر دارد که آب از بالای آن همچون آبشار میریزد. غیر از زل ورزشی، ساونا، زل بازی، اینجا یک زل آرایشی دیگر هم هست که به زنها اجازت میدهد که از خانه نبرآمده در آنجا خود را آرایش کنند و با این وجود اگر خواستند که باز هم از خانه برآیند، پس چه خوب، در لامبورگینی طلایی می نشینند. این ماشین طلایی رنگ زیبایی این خانه را کامل می کند. شماره 2. سنت موریتز. پول. این کاغذ لعنتی هر کاری که خواهد میکند. یکی از این کارها ساختن این خانه لوکس و با شکوه در سوئیس است که نامش سنت موریتز است. وقتی این خانه را از بیرون میبینیم فکر میکنیم که خانه خوب است، ظاهرش بد نیست، اما وقتی به درونش میدرایم از استفاده بردن کلمه خوب پشیمان میشویم، چون که در آن پایین یک خانه با شکوه و پرجلالی 185 میلیون دلار خوابیده است. پایین گفته چی را در نظر داریم؟ تخانه؟ نه، بلکه اینجا 7 اتاج پای هم ساخته شدند و این اتاج ها با واسطه استوپنکه های زیبایشون به همدیگر وصل می شوند. این استوپنکه های زیبا محیط ظاهری این خانه را خیلی رویایی می کنند. در این خانه حجره کاری، حجره سرگرمی و حجره خوراکخوری هم هست و باز یک عجایب دیگر از زیبایی این خانه را پر کرده است. اینجا یک حمام کریستالی 360 گرادوسه ساخته شده است و همچنین شکاف برای لباس ها هست که دیواره های آن طلا کاری شده اند. عموما طراحی این خانه به گونه ای است که ما فقط واو گفته می توانیم. همچنین اینجا جایهایی را می بینید که باور نمی کنید. اینجا یک گاراژ خودکار موجود است که ماشین را خودش به درونش می درآورد و هر وقت که لازم شد آن را به نزد صاحبش می برآورد. همچنین سرویس شراب، سینمای خارجی و یک تلویزیون شخصی دارد که آدم را به بالای کوه میبرد تا که آنجا اسکی بازی کند. همچنین آن پایین یک حوض آبی گرم هست که گرد آن کوههای پر از برف نمایان هستند و در این خانه آدم احساس باشکوه بودن را تجربه میکند. ارکاب هاوس یاد. این خانه که نامش ارکاب هاوس یاد است، ترکیبی است از زندگی در بین آب و خشکی. شاید بعضی‌ها با دیدن این خانه میگویند که این با این شکل چارکنجه‌اش در درون آب زیاد دیر دوام نمی‌کند، اما طول چند سال این خانه نادرست بودن این سخن را اثبات کرد. این خانه به گونه‌ای ساخته شده است که حتی در درون آب و در شمال و طوفان مقاوم است و به گونه‌ای در درون آب حرکت می‌کند که وسایل داخلی آن حتی نمی‌جنبند. داخل خانه هم خیلی لوکس ساخته شده است و از بیرون دیدن دریا خیلی زیبا به نظر می‌رسد. آشخانه در آنجا با تمام مصالح آماده است و میتوان هر خوراکی که بخواهند بپزند. همچنین از شراب‌ها و نوشیدنی‌های با لذت هم کم نیست. تمام وسایل داخل این خانه به طور زکسنای ساخته شده‌اند که به همدیگر موافق باشند. در گرد خانه مکان‌های برای زیر آفتاب استراحت کردن ساخته شده است و همچنین قسمی در این خانه به نظر می رسد که آن کاتاماران ها را به درون خانه درآورده پارک می کند. بالای این خانه هم به گونه‌ای ساخته شده است که از قوه آفتاب انرژی برق تولید می کند و به گرفتن برق شهری احتیاج ندارد. همچنین روی آن خانه جشن گرفتن و بزم برپا کردن هیچ آخری ندارد. شماره 4. قلمرو میلیاردرها.
امریکا کشوری بزرگ است که ثروتمندان آن زیادند و این مردمی ثروتمند خانه‌های لوکس دارند. این خانه که قلمرو میلیاردرها نام دارد در لس آنجلس در کالیفرنیای امریکا واقع است. یکی از قیمت‌ترین خانه‌های امریکا است و با قیمت 250 میلیون دلار عین حال برای فروختن گذاشته شده است. نرخ این خانه خیلی بلند است، اما وقتی شما به درونش درآیید و درون آن را ببینید میگویید که به نرخش میارزد. قلمرو میلیاردرها 12 حجره خواب و 21 حاجتخانه و حمام دارد. اینجا مکانی مخصوص برای نشستن ورتالیات ساخته شده است و همچنین جایهای سرگرمی زیادی دارد که آدم در درون این خانه زیغ نمی شود. این خانه زمین برای گلف بازی، سینما برای تماشای 40 نفر، زمین بولدینگ، حجره شراب نوشی، یک حوض 25 متره، دیواری اصلینه که میتوان از آن عسل خورد و یک باشگاه ورزشی کامل و برهوا است. با وجود این اگر از همه این خسته شدید می توانید که به حجره مساج روید و به آشپز گویید که در آشپزخانه چه خوراکی که دوست می دارید برای شما تیار کند. خلاصه هر کس که به این خانه درآید دیگر خواهش برآمدن ندارد. لانه شیشه‌ای. همه ما در کودکی آرزو داشتیم یک خانه درختی داشته باشیم. این خانه درختی را در بالای درخت می ساختند. اما این ارکیتکتر قرقیزستانی تصمیم گرفت خانه بسازد که در بالای درخت نباشد بلکه درخت در درون خانه باشد. این طرح او لانه شیشه‌ای نام دارد و هدف او از ساختن این طرح این است که این خانه را به دور از هیاهوی شهر در دل طبیعت بسازد و همچنین نمود ظاهری این خانه نو و حاضر زمان باشد. منظره دید این خانه 360 گرادوس است و از درون خانه تمام جنگل نمایان است. همچنین در درون آن ستوپنکه‌هایی ساخته شده است که میتوان به هر یک طبقه این خانه رفت. هر طبقه این خانه برای یک کار معین طراحی شده است. خانه مجهز با پنل‌های آفتابی است که با واسطه نور خورشید میتواند قوه برق تامین کند و به برق شهری نیازی ندارد. این خانه به انسان امکانیت می‌دهد که بدور از هیاهوی شهر در دل طبیعت یک زندگی خوش و آسوده داشته باشد. البته این خانه هنوز طرح است و ساخته نشده است، اما باوری داریم که اگر آن را بسازند پس از طرح کشیده آن خیلی زیباتر خواهد شد. کلیف هاون. بعضن آدمان میخواهند که از هیاهو و داد و فریاد درون شهر گریزند و در یک خانه ها در دل طبیعت آرام گیرند، اما همزمان آن راحتی که در خانه های شهریشان دارند را هم میخواهند. خانه کلیف هاون هم چنین خواسته آدمان را برآورده میکند، چون که در درون دل یک سنگ کلان ساخته شده است. این خانه در یوتای امریکا واقع بوده از دل جامعه دور است و حتی قوه برقش را با پنل های آفتابی میگیرد. درون خانه با تمام شرایط حاضر زمان تأمین است و دیوارهای آن سنگی هستند. حجره های خواب آن هم در دل این سنگ کلان کنده شده‌اند. در پشت این خانه هم یک راه مخفی هست که از دل کوه میگذرد و از آن طرف کوه میبراید و اگر مثل جیمز هاوس از دست دشمنان در گریز باشیم این راه برای ما خیلی لازم میآید. اگر هم از دشمنانتان نگریزید پس هیچ گپ نه، آنجا میتوانید که بجاشوک بازی کنید. خلاصه که خانه عجایب است. رقم 7. خانه های شناور. اینکه آدم در یک خانه زیبا و با شکوه باشد معنای آن را ندارد که آن خانه حتما باید قیمت و با نرخ بلند باشد. در ساسکس انگلیا چنین خانه ها زیادند. آنها اگرچه گران قیمت و با ارزش نیستند اما خانه های عجیبی هستند. این خانه ها چنان عجایب و دیدنی هستند که به مکان های توریستی تبدیل شده‌اند و آدمان زیادی میخواهند که این خانه ها را از نزدیک ببینند. عجایب این خانه ها در آن است که آنها اساساً از ماشین ها، هواپیماها و حتی موشک های ویران شده ساخته شده‌اند. به همین سبب هر کس که پایش را به چنین خانه ها گذارد تجربه های جالب و دیدنی را از خود خواهد کرد. یکی از اشخاصی که در چنین خانه ها زندگی میکند همیش بگرلی نام دارد که او از چنین خانه ها 7 تا دارد و همه آن را با دستی خودش ساخته است. هر کدام از این 7 خانه گوناگون هستند و این مرد گویا که آرزوهای کودکانه کسانی را که میخواستند در درون اتوبوس یا که در درون ماشین ها زندگی کنند در لاتکه های درون آب برآورده کرده است. رقم 8. باریکترین خانه دنیا. این خانه که نامش کرت هاوس است باریکترین خانه دنیاست. این خانه با دست ارکیتکتر لهستانی جیکوب شزلی ساخته شده است. گشادی این خانه فقط 122 سانتی متر است و با وجود چنین تنگ بودنش تمام شرایط زندگی برای یک نفر را دارد.
با گفته جیکوب شزنی تمام وسایل این خانه به گونه‌ای ساخته شده‌اند که در آن جای گیرند و این خانه برای کسانی است که می‌خواهند از درون خانه نبرآمده کار کنند. در اتاق پایینی این خانه حجره برای مطالعه کردن و حاجتخانه و حمام قرار دارند و با واسطه یک نردبان میتوان که به حجره خواب به بالا برآمد. خلاصه که این مرد یک خانه کوچک اما راحت را ساخته است. در این خانه فقط مدت 2 سال زندگی کردند و بعد از آن به یک مکان توریستی در لهستان تبدیل شد و امروز افراد زیاد برای دیدن این خانه باریک دنیا به آنجا می روند. شماره 9 خانه هابیت ها. شماره 9 خانه هابیت ها. اگر فیلم ارباب حلقه ها را دیده باشید پس در آن فردو باگینز در چنین خانه هابیت ها زندگی میکرد. بعد از برآمدن این فیلم خانه های زیاد به مانند اثر این فیلم ساخته شد، اما با آن خانه مانندترین آنها در کشور ویلز واقع است. سایمون دنز کسی بود که چنین خانه را ساخت و همراه خانواده‌اش آنجا زندگی میکند. برای ساختن این خانه 4 ماه زمان و $6,000 پول صرف شد. این مرد خانه را در روی یک تپه زیبا ساخته است. خانه را با چوب درخت بلوط ساخته است. دکور آن خیلی زیباست و برق آن با پنل آفتابی تامین می شود. این مرد با کمک دوستانش در یک مدت کوتاه و پول کم این خانه زیبا را ساخت. فکر شما چیست؟ از کدام این خانه ها به شما پسند آمد؟ لطفاً فکر خود را در کامنتاری نویسید.